سلام دوستان، با کانال نکاتاب خوش آمدید. ماشین‌های امروزه ما برای حیوانات یک چیز غیر عادی به حساب می‌روند و آنها این تکنولوژی آهنی را مثل موجودی زنده پنداشته فکر می‌کنند که با آنها خطر دارد. چنانکه که می‌دانیم حیوانات برای دفاع از خود به دشمن حمله می‌کنند و ماشین‌ها نیز برای آنها دشمن به حساب می‌روند. در این ویدیو لحظه‌های حیرت‌آور حمله حیوانات را یکجا می‌بینیم. پس تا آخر ویدیو با ما باشید و لایک ماندن و ابونه شدن را فراموش نکنید. тамошобиёни гиромӣ, агар шумо варзиша сарфаҳм равед, шумо на танҳо аз тамошои онҳо ҳаловат мебаред, балки дар муҳорибаҳои онҳо метавонед пул кор кунед. Барои ин кора кардан шумо бояд дар ширкати 1x даромада ба ссилкаи дар зери ҳамин видео буда даромада регистратсия кунед. Дар вақти регистратсия пурра гузаред ва инчунин промокоди некара истифода баред ва барои ин кор шумода 5000 рубл бонус дода мешавад бе пул, яъне шумо медоред истифода мебаред. маълумоти бештар дар комментария закрепит карда штагед. در صحنه اول فیلی عظیم‌جثه ماشین را دشمن پنداشته نمی‌خواهد که بی پروا از پیش ماشین گذرد. این ماشین 1 تن وزن داشته باشد هم وزن فیل 5 برابر آن است. ماشین هایی که از این راه میگذارند فیل عظیم‌جثه را عصبانی میکنند. در این صحنه فیل نشان میدهد که مالک اساسی اینجا کی است. فیل نوبتی ما خسته شده است و میخواهد در بالای ماشین نشیند. متاسفانه کوشش هایش نتیجه نمیبخشند. در این صحنه خلبانی ورتالیات با این کارش میخواهد فیل را عصبی کند، اما نمیداند که بعضا همین کارها عاقبت‌های ناخوش را پیش میآورند. راننده این موتورسیکل چه ریاکشن نشان میداده باشد وقتی آمده بیند که فیل با موتورسیکلش بازی کرده است. شما با جای این آدم ها باشید همین خیل جان خود را در خطر گذاشته از نزد این فیل عظیم‌جثه میگذشتید. در این صحنه فیل خسته جای استراحت میکوفت که بختش بلندی کرد و این ماشین را مییابد و از آن به خوبی برای استراحت استفاده میبرد. این تمساح عصبی شده با ماشین حمله میبرد و صاحب ماشین باشد آن را با پول زیاد باید تعمیر کند. این گوسفند چی میخورده باشد که با یک ضربه 2 نفر را چپه کرد؟ بله، نباید با گوسفندان شوخی کرد وگرنه عاقبت‌های بد را میبینیم. دسته میمون ها با ماشین حمله برده هر کدامش چیزی تعب دلش را گرفته ایستاده است. با صحنه پیشینه مانند در اینجا باز تکرار می شود. اینجا آهوی شاخدار با ماشین ها حمله کردن نشان می دهد که قدرتمند کیست و قدرت در شاخهای کیست. حیوانات نمیخواهند در دشت و بیابان و قلمروهای خودشان ماشین را ببینند و این از عکس‌العمل آنها فهمیده می شود. در این صحنه بیگیمات میخواهد ماشین را طعمه کند، اما شیرها از پشت به بیگیمات حمله می کنند. حالا قدرت این گاو را ببینید. من نفهمیدم که چرا حیوانات اینقدر نسبت ماشین ها نفرت دارند. این صحنه را خوب تماشا کنید. در صحنه نوبتی ماشین این توریستان قریب که ویران شود. اینجا قدرت واقعی کرگدن را میبینیم. در این صحنه کرگدنی عظیم‌جثه با دوستانش با ماشین حمله کرده از جای حادثه میگریزند. شاید آنها تا حال تجربه جنجال را نداشتند و ترسیده گریختند. اما این کرگدن کلان معلوم است که با تجربه است و با دویدن در راه راننده ها را ترسانده ایستاده است.
حالا نوبت اسب‌ها رسید. راننده این واقعه را انتظار نبود و روزش سیاه شد. و صحنه پیشینه مانند اینجا تکرار شد. حالا راننده برای تعمیر ماشین پولی زیاد صرف خواهد کرد. شیرها کوشش دارند ماشین را منع کنند، اما کوشش آنها نتیجه نبخشید. شاه حیوانات هم گاه گاه خسته می شود و آمده است که با ماشین بازی کند. در صحنه نوبتی آینه ماشین به شیرها پسند آمده است. این شیر به بالای ماشین برآمده با حیرت به درون آن نگاه دارد. چرا یوزپلنگ‌ها به ماشین توجه دارند در حالی که خودشان با سرعت ترین حیوانات عالم هستند؟